درود دوستان عزیزم. روش صحیح کار کردن با گردر: آهسته کار کردن، کم بار دادن تو سینه تیغ، فشار کمتر بهش میاد، بکس باد نمیکنه، دستگاه هم تو زور نیست. سعی کنید آهسته کار کنید و پیوسته کار کنید که فشار به دستگاه نیاد. در عوضی که یواش کار میکنید ولی پیوسته که کار میکنید کارو جبران میکنه، کارتون هم عقب نمیفته، پیشرفت کارم بالا هست، چون خرابی دستگاه پایینه، استهلاک دستگاه پایینه، دستگاه نرم کار میکنه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.